الله به فرشتگان میگه برین تو ببینین که این بندیم چی حالت داره. فرشته ها میآیند از زمین. وقتی کسایی که به عیادت این مریض میآیند از پیش پرسان میکنه صحت چطوست، این چی میگه؟ الحمدلله، الحمدلله، شکر، الحمدلله. فرشته ها میرن به سمت خدا، میگه پروردگارا این بنده هر کسی که به عیادتش میامد پرسان میکرد صحت چطوست، میگفت الحمدلله. چی میگه الله؟ میگه بر بالای من حق دارد بنده ام، بر بالای من حق دارد بنده ام که این را داخل جنت بگرداند. ای فرشتگان آگاه باشید، گوشت بدنش توسط مریضی کم شده، بهترین گوشت برایش میدهم. ای فرشتگان آگاه باشین، خون بدنش ضعیف شده، بهترین خون را برایش میدهم. و این فرشتگان آگاه باشین، این بنده ام را روز قیامت شرم میآید. خدا میگه روز قیامت شرم میآید که این بنده را در دنیا هم رنج بدهم، روز قیامت هم با آتش جهنم میاندازم. این را با آتش جهنم نمیاندازم.